دسته بعدی توانمندی‌ها توانمندی عدالت هست. توانمندی‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند توانمندی‌های مدنی هستند که زیربنای زندگی اجتماعی سالم رو برای افراد فراهم می‌کنه. این توانمندی‌ها شامل 3 تا توانمندی میشه. توانمندی کار گروهی که شامل شهروندی، مسئولیت اجتماعی و وفاداری هستش. توانمندی انصاف و توانمندی رهبری. این 3 تا توانمندی در دسته توانمندی‌های عدالت قرار میگیره که در ادامه اونها رو به شما معرفی میکنم. توانمندی کار گروهی شامل شهروندی، مسئولیت اجتماعی و وفاداری هستش. انسان‌هایی که دارای این توانمندی هستند میتونن کار کردن به عنوان عضو یک گروه رو به خوبی انجام بدن. معمولاً وفاداری زیادی به گروهی که در اون عضو هستن رو دارن و تمایل و علاقه زیادی به انجام دادن کار مشترک با دیگران دارن. اگر احساس میکنید این توانمندی در شما وجود داره میتونید برای افزایش اون بیاید کارهای داوطلبانه‌ای رو انجام بدید. در برخی از مؤسسات و مراکز خیریه وظایفی رو به عهده بگیرید و سعی کنید به صورت هفتگی یا ماهانه اون وظایف رو انجام بدید. یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که بیاید یک بحث گروهی رو مدیریت بکنید و درباره یک موضوعی که دیگران در مورد اون اختلاف نظر دارن سعی کنید به اجماع و توافق گروهی دست پیدا بکنید. شرکت کردن در گردهمایی‌های اجتماعی هم میتونه به توسعه این توانایی به شما کمک بکنه. تزیین کردن اماکن عمومی، عضویت در تیم‌های ورزشی، راه اندازی باشگاه کتاب و مسائلی از این دست هم خیلی میتونه در این زمینه به شما کمک بکنه. یکی از کارهایی که برای توسعه توانمندی کار گروهی میتونید انجام بدید اینه که برای ساختن منزل و پناهگاه برای نیازمندان داوطلب بشید توی سازمان‌ها یا باشگاه‌هایی که در واقع موجب نزدیکتر شدن فرهنگ‌های مختلف به همدیگه میشه یک مسئولیتی رو قبول بکنید. سعی کنید در فعالیت‌هایی مثل اهدای خون و فعالیت‌های خیرخواهانه شرکت بکنید که همه اینها باعث کمک به رشد و توسعه این توانایی در شما میشه. توانایی بعدی توانایی انصاف هستش. آدم‌هایی که این توانایی رو دارن میتونن با همه مردم به شکل یکسان و مطابق با انصاف و عدالت رفتار بکنن. یعنی اگر بخوان با 2 نفر برخورد داشته باشن قطعا رفتارشون رفتار هستش که دارای عدالت و انصاف هستش. این آدم‌ها معمولاً سوگیری‌ها و احساسات شخصی خودشون رو درباره دیگران دخالت نمیدن و بر اساس انگیزه‌های شخصی تصمیم گیری و قضاوت نمی‌کنن. انسان‌هایی که دارای توانمندی انصاف هستن فرصت منصفانه‌ای رو به همه افراد میدن تا بتونن فعالیت‌هاشون رو انجام بدن و از حق خودشون دفاع بکنن. از کارهایی که میشه برای توسعه این توانمندی انجام داد اینه که بیایم زمانی که داریم با یک نفر بحث میکنیم یک لحظه تأمل کنیم ببینیم آیا این بحث به خاطر مسائل شخصی و احساسات و انگیزه‌های شخصی داره انجام میشه یا نه صرفاً به خاطر عدالت و انصاف داریم این بحث رو انجام میدیم. فکر کردن به زمانهایی که توی اون زمان ما قضاوت ناعادلانه‌ای رو داشتیم و یادداشت کردن راهکارهایی برای اینکه در ادامه جلوگیری بکنیم از این قضاوت‌ها هم میتونه خیلی به ما در رشد و توسعه این توانمندی کمک بکنه. بیایم متنی رو درباره عدالت اجتماعی بنویسیم و اون رو در اختیار دیگران قرار بدیم. در سازمان‌های داوطلبانه فعالیت‌هایی رو در زمینه حقوق بشر بتونیم انجام بدیم. فیلم‌های سینمایی یا مستندهایی رو که با مضامینی همچون عدالت، تساوی و انصاف هست تماشا بکنیم. بیایم زندگی نامه افرادی رو که الگوهای واقعی انصاف و عدالت هستند رو مطالعه بکنیم و سعی کنیم از اونها درس بگیریم و از دیدگاه‌هایی درباره انصاف صادقانه با اعضای گروهی که در اون هستیم صحبت بکنیم. انجام این کارها میتونه به توسعه این توانمندی در ما کمک بکنه. توانمندی بعدی توانمندی رهبری هستش. آدم‌هایی که این توانمندی رو دارن در واقع از تشویق اعضای گروه برای به موقع انجام دادن کارهاشون دریغ نمی‌کنن. یعنی این توانایی رو دارن که یک تیم رو تشویق کنن تا اعضا بتونن کارهاشون رو به درستی و به موقع انجام بدن. این آدم‌ها میتونن روابط خوبی رو با اعضای گروه حفظ بکنن
در سازماندهی فعالیت‌های گروه و دقت و نظارت بر اجرای اونها خیلی قوی هستن و به خوبی میتونن یک گروه و یک تیم رو رهبری بکنن، هدایت بکنن و کمک بکنن که تیم بتونه به هدفی که داره دست پیدا بکنه. برای رشد این توانایی میتونیم در محل کار یک پروژه رو به عهده بگیریم و سعی کنیم که انجام اون پروژه رو رهبری و مدیریت بکنیم. یک رویداد خانوادگی مثل جشن تولد، مثل یک مهمونی رو سعی کنیم مدیریت بکنیم. مطالعه زندگی نامه رهبران دنیا و مشاهده فیلم های سینمایی که از زندگی این افراد تهیه شده هم میتونه خیلی برای ما الهام بخش باشه. اگر این توانایی رو داریم برای رشد اون میتونیم بیایم زمانی که دو نفر در حال بحث و جدل هستن بین اونها میانجیگری بکنیم و سعی کنیم مسئله رو حل بکنیم. یک سنت جدید خانوادگی رو سعی بکنیم که ابداع بکنیم و اون رو مدیریت بکنیم. در محل زندگیمون بیایم یک بازار و یک حراجی رو راه اندازی بکنیم و بتونیم محصولات رو در اونجا به فروش برسونیم. میزبانی یک میهمانی یا یک جمع رو به عهده گرفتن هم میتونه جزء فعالیت‌های مفیدی برای ما باشه. بیایم در کمپین‌های سیاسی محلی شرکت بکنیم، با همکاران و دوستانمون یک گروه ورزشی رو تشکیل بدیم و سعی کنیم بعضی از فعالیت‌های گروهی رو انجام بدیم برای ارتقای سلامتی خودمون.